همه شما را خوش آمدید میگم با ولایت زیبای پنجشیر. گفتن که به خاطر شما یک لند کروزر پاجرو هم آوردیم. ایرو پاجرو یا سگ پاجرو بازی زیاد جالب است دوستان. دوست نداری بازی. این مسیر منطقه را که شما میبینید از یک ولایت بسیار زیبا و مهمان نواز افغانستان است. راه بسیار طولانی را سپری کردیم تا به قریه رسیدیم. نظیر جان اینجا به استقبال ما منتظر بود تا بیایم و ما را همکاری کنم. گفتن که به خاطر شما یک لند کروزر پاجرو هم آورده. ایرو پاجرو یا سگ پاجرو همه شما را خوش آمدید میگم با ولایت زیبای پنجشیر. دقیق ما در ولسوالی پریان هستم، قریه کوجان. و ببینید دوستا طبیعت زیبا را ببینید که خزان هم است و خزان رو به پایانی است و هوا هم نسبتا سرد است و کوه ها را میبینید که بالای کوه ها مکمل برف وارد است. زمستان هم نزدیک است بخیر. دیگه خواستیم که برنامه را از اینجا آغاز بکنیم، برای شما دوستا بگویم که ما در کجای پنجشیر هستم و غذای صبح از اینا را به تصویر بکشیم که غذای صبح چی نوش جان میکنم و غذای چاشتشان را برشان ببینیم که بر شما عزیزا به تصویر بکشیم که غذای چاشت از یا چی هستم. دیگه سامو تو بخیر میریم و طرف اموکای ما که اموکای ما اون پایان شیشتن. شاید دوستا بگن که اموک چی را میگن، باز حتما براتون میگم که اموک چی را میگن. و جا دارد تشکری بکنم از حامی مالی برنامه ما رب فریال. رب فریال راز خوشمزگی غذاهای شماست. با فریال هر لقمه‌ای که میخورید طعم فراموش نشدنی خواهد داشت. پس رب فریال را فراموش نکنید. از دست دیگان تا نزد مهمان. برای که اونجا اموک ما صدا دارم میگه زود بیا. همچنان برنامه ادامه دارم و تا آخر برنامه همراه باش. بریم. بسیار السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خسته نباشین. بخیر باشین. خوب هستین ان شاء الله؟ خیر خیرت بخیر. سلام علیکم. خوب هستین؟ صحتمند خیرتی؟ والله باشین. خوش آمدید. صفا بخیر آمدید. خوب هستین ان شاء الله؟ خیرتی است؟ بخیر بخیر است ان شاء الله؟ خیرتی است؟ زنده باشین. او ماشاءالله بشک والله. یعنی تبریک باشه. زنده باشین، بخیر باشین. بخیر آمدید. ولسوالی پریان بعد قریه کوجان. بله زنده باشین، بخیر باشین. والا از نام خدای پاکول چقدر مقبول است. نام خدا پاکول بسیار بخش. نه اصل پنجشیری به حضرت غیر. خب حالی رسم رواج هم رقم است که یک میمانه که از دور جای با یک پاکول سرش میمانه. بله همین رسم رواج ما. میمان میاد پاکول سر شپند دستمال ایسا بخش تفا میده. بسیار خوب. بازم از این پاکول یک جان تشکر. بخیر سلامت باشید. خب بشینیم. بسیار خوش آمدید. یا الله خیر. خب در ابتدا خود را یک معرفی بکنیم برای تمام دوستایی که همین اکنون ما شما از تمام جهان بیننده هستند. بسم الله الرحمن الرحیم. اسم ما امیر محمد نوری تخلص میکنم، باشنده قریه کوجان ولسوالی پریان ولایت پنجشیر. سکونت اصلی و فعلی من در این محل است. ماشاءالله. و این محمد امان محمدی تخلص میکنه، ملک قریه کوجان است. بله ملک صاحب. ملک قریه من هستی. همچنان
و استاد محترم استاد محمد اسماعیل محمدی استاد لیسه یعقوبی است. او هم معلم است و هم از این قریه است. شغل مقدس است. در پالویش هم همچنان استاد سعید عباسی تخلص میکنه. او هم سرمعلم لیسه یعقوبی است. لیسه یعقوبی این برنامه ما دیگه هم معلم صاحب داریم هم سرمعلم صاحب و هم ملک قریه. مدیر خودت هستی دیگه نه؟ بله. خب بخیر سلامت باشین. خب درباره غذاهای محلی امیر منطقه پریان بر ما همیشه بگوین که در صبح چی نوش جان میکنن و در غذای چاش چی استفاده میکنن. درباره مهمان نوازی مردم پنجشیر همیشه به ما بگوین. غذای محلی ما قطخی داریم. قطخی من نامش شنیدم که قطخی نال چی است؟ با حتما دوستان میبینن که قطخی چی است. از قطخ بله خمیر اینمی چیزا ساخته میشه. بله دیگه امرای روغن که مسکه می باشه. مسکه روغن وطنی است دیگه. بله بله بله. امرای از او در چای صبح نوش جان میشه. بسیار. بعد از او دیگه با چاشتم حلوا میکنیم. غذا در چای صبح حلوا هم می باشه. بسیار خوب. بسیار تشکر. خب ما برم یه دفعه سر کرایی ببینم که کاکای ما عموک ما که چی آمادگی میگن، نامش چی هست، پرسان میکنیم و چگونه این قطخی آماده میشه. ما با اجازه کن دیگه برم اونجا. تشکر یک جهان. خب سلام علیکم. کاکا خوب هستی؟ حالا که پایه که ما خار زد خوب هستی؟ انشالله خیرتی عموک جان زنده باشیم. نامه که چیه؟ محمد سلیم. چی آماده میکنی برای ما دیگه؟ نان قطخی. بیشک والا. کاکا سلیم حالا قطخی از چی چیزا جور میشه؟ قطخی از این شیر تا شیر ما میشونن باید مایه میکنن بادی ماس میشن ماس بادی را میگرن تا شیر نمیزنن بادی دوغ میشه. میشونن با چکه جور میشه. قطخ هستن دوستان چکه را میگن. چکه و قطخ هستن. چکه جور میشن. خب بعد از او بعد از این باز چی میکنن پس از صافی میکنن تا خلطان پس میره با سخت میشه باز میرن نان میکنن. تا زوالا جور میکنن. بعد پنج زوالا میرن نان قطخی میکنن. بسیار خوب بسیار خوب. قربان دوستای عموک جان بخیر باشی. خب دوستا دیگه ما کمره خود قاط میکنم. امروی کاکا سلیم همچنان دستبر میزنیم و شروع میکنیم که چگونه آماده میشه. شما دیگه طرزم تهیه شه یاد بگیرین و در خانه در جایی که تفریح میرین حتما قطخی را آماده کنین و نوش جان کنین. سلام عموک جان. بریم بخیر دوستا ببینیم طرز تهیه شه. اولادای وطن در مکتب شیشتن و معلم و سرمعلم آوردیم. مدیر خوال گریخته مدیر خواهق گریخته که اولادای وطن کلی در مکتب شیشتن که باش خال مدیر صاحب میه سرمعلم صاحب میه و معلم صاحب میه ما را درس میده. بخیر نه چند خواد سخان هم بعد فامیل طالا میکنیم اینجا کدام مکان میشینیم بعد مسوبانه را طالا نه ما خود تو خو میفهمی من میشناسم تو خو میفهمی طالا اونمو سخانک میگه هموار کو اونمو طالا میگن اینجا. وقت در منطقه که میرین باید لهجهش یاد بگیرین دوستا. نگرفتیم نه نگرفتیم. خب دوستا دیگه برنامه ادامه داره. شما چند تصویر ببینین از طرز تهیه قطخی چند تصویر ببینین. همچنان برنامه ادامه داره. ما تا آخر برنامه همراه باشید.
و ببینید دوستا کیفیت چه خوب یک رنگ به خود کشیده و چه خوب یک رنگ داره. از دست دیخان تا نزد مهمان. خوش آمدید دوستای عزیز. قسمی که میبینید دیگر کرایی تخم آماده شد و این زیر کرایی را میبینید دیگر خوب یک رنگ داره، بسیار مقبول و آماده شد بخیر. قطخی و تخم مرغ همراه مسکه که بیرون نیست دیگر، کلش مکمل همینجا آماده میشه. و اینجا هم یک چاینک شیر آماده، چایبر میگن چاینک؟ چایبر شیر است، اصلا شیربر هستی. خب خب شروع کنیم بخیر. بسم الله کنیم. یک دعای خیر. بسم الله الرحمن الرحیم. عظیمی صاحب جان، حالا که ما و شما بخیری غذا را نوش جان میکنیم به خاطر که این قطخی هم بسیار یک غذای ثقیل است و این تخم هم غذای ثقیل است که اردویش وطنی است، شیر هم، مسکه هم، این چیز. بله. این حالا ما و شما با جمعی از این دوستای دیگه که هستن یک بازی محلی داریم به نام ایگیرک. این حالا ما و شما گیره خوردیم، باز همون بازی را ادامه میتیم، باز همون سبب هضم کننده معده ما و شما میشه و همه دیگه ورزش میشه و دیگه ای که یک ساتری هم است. بسیار خوب. دوستان برنامه ادامه داره. ایگیرک گفتید؟ یک ایگیرک هم میکنه که ببینیم که بازی چی هست. برنامه ادامه داره. ما تا آخر برنامه همراه باشید. سلام اردی میرا. سلام علیک به گردن میری کلان. کی آسمان میگیره کی زمین؟ با آسمان میگیرم. من زمین میگیرم. سلام مردی میرم. علیک به گردن میری کلان. کی هوا میگیره کی آتش؟ ما آتش میگیرم. ما هوا میگیرم، دنیا سر هوا آباد است. درمه نام خدا اردیش. سلام علیکم. سلام اردی میرا. علیک به گردن میری کلان. کی تیاره میگیره کی موتر؟ من موتر میرم که بزوین برای. دوستا تیما انتخاب شد. بازی ایگیرک است که دو دانه میر انتخاب کرد و او طرف کس از یک میرسه، این طرف کس از دیگه میرسه. فاصله بین نالی بر ما تشریح بده که ایگیرک چه رقم بازی است. باز هم این بازی محلی پریان براتون تشریح میدم که نامش ایگیرک است. اینجا دو نفر انتخاب میشه به نام میر و دیگه ما و شما کلمون دیدیم که بقیه جوانا هر کس که علاقمند است میایی حد نداره که چقدر کم باشه چقدر زیاد. بله. یه به هر اندازه که 100 نفر هم باشه میشه. بازی نفران میان یک زمین بسیار کلان انتخاب میکنن، یک جای ما جرجا میگن، یعنی ما هدف تعیین میکنن. قسمت موضوع دیگه موضوع هدف تعیین میکنن. یک نفر از یک تیم دیگه به عنوان نامی انتخاب میکنن. نامی را بازور ما و شما در محل بازی کردیم انتخاب میکنه و اول باید همین چانس به کی میرسه، باید این مهم است که به چه شکل ما انتخاب میکنیم. چانس به شکل محلی ما ترخشکی میکنیم. ما ترخشکی میکنیم. عملا یک سنگ بیاره بچه که ترخشکی کنه. یک سنگ بیار. یک سنگ اوار بیار. ما این سنگ
این سنگ یک طرفش لای میکنیم تر میکنیم یک طرفش خشک همین دو میر پایین خود انتخاب میکنن میگن که تر میگیری خشکه بازی سنگ که ما با آسمان خراج میکنیم میشینه اگر پالوی خشک بالا آمد نوبت بازی چانس بمی طرف خشک گرفتگر است اگر نوبت تر بالا آمد با چانس بازی بمی بیاری جا یعنی رقمه بیار اینی طرفش تر است این طرفش خشک است مرتنه سعی کنم زیاد تر کم روی این دوستا این طرف طرف تر تر است و این طرفش این طرفش هم خشک است اینا لیره ما بالا این دو میر انتخاب میکنه تر میگیری خشک میری جانب مقابل مغد این میر است تر میگیری خشک تو را دستی میرا بده تو چیکاره بمیر بده بته میره بته بمیر بده خیره بته میر میره صاحب بگی تر بگو تر میگیری خشک ما تر میگیرم که دنیا سر تری آباد است تر است ده یک چک جانب مقابل آمد و نامی خود انتخاب میکنه اینا رو که چانس بازی به تیم طرف مقابل آمد یا یک نفر به عنوان نامی انتخاب میکنن جرجا را تعیین میکنیم و هدف تعیین میکنن جرجا یک مقصد یک جای تعیین میکنن یا سنگ یا درخت یا چوب یک چیز تعیین میکنن دیگه بقیه یعنی دو گروه یکی دیگه نفر محکم میگیره که تا اینمی نامی از اینمی مبدأ که حرکت میکنه تا مقصد باید برسه اگر این رسید چانس دومی بازی هم با برنده است هم تیم برنده اگر است نه که این نفرها خود خطا دادن همین نامی را گرفتن باز چانس از اون میسوزه باز چانس با نفر بعدی به تیم بعدی بدون میشه ترخشکی دیگه باز بسره خوب است بریم بخیر شروع کنیم بریم بخیر بریم دوستان بازی زیاد جالب است دوستان دوست نداری بازی مساوی است این همین نمره اگه حقا نمیشه تیم ما برنده شد بله بر کل ما تبریک باشه بخیر باشی بر تمام دوستان تبریک باشه بخیر باشی ما برنده شدیم ما برنده شدیم. برنامه ادامه داره بازی ما تمام شد بخیر میریم طرف غذای چاشت که چی آمادگی میگیریم و تا آخر برنامه ما را همراه باشین که برنامه جلاب و عالی و باخبر بریم گردنده بودم من به سلامت جایل گر برده بودم دست به دعای آدم که
دوباره خوش آمدین دوستان عزیز. قسمی که میبینن دیگه ما بزغاله را چی میگن سوراخ یا چیل کردیم دیگه. بخیر کوشش میکنیم که مواد اختیز یه جور بکنیم. یا الله خیر. چه خوبی کیفیت داره و این از این رو ما میخوایم ساس جور بکنیم که بزغاله را ما موضوع که قبلا جو کردیم مشت سیر و پیاز اخته بکنیم چون حجم بزغاله کم زیاد است و یکم بیشتر رب میگیریم. ببینید چه خوبی یک رنگ کشیده. رنگ هم بسیار رنگ غلیظ و سرخ. از دست دهقان تا نزد مهمان رب فریال. دوستان عزیز اخته ما خلاص شد دیگه. نوبت سیخ زدن است. در سیخ میزنیم میشه یا در سیخ میزنیم و بالاخره اونجا آتش هم آماده است بخیر آتش میمانه میشه تا وقت پخته شدن. چقدر وقت در بر میگیره؟ یگان نیم ساعت در بر میگیره. نیم ساعت در بر میگیره تا اینکه بریان شوه و آماده شوه به آماده خوردن شوه. همچنان برنامه ادامه داره. ما تا آخر برنامه همراه باشین. شروع کنیم بخیر سیخ شب بزنیم. دیگه بگیریم بده از طرف اسپانسر برنامه رب فریال است. از این با در دیگتان در میمونیتان از این استفاده بکنید. درست است؟ خب و تشکری خاص میکنم از حامی مالی برنامه ما رب فریال. رب فریال راز خوشمزگی غذاهای شماست. با فریال هر لقمه‌ای که میخورید طعم فراموش ناشدنی خواهد داشت. پس رب فریال را فراموش نکنید. از دست دهقان تا نزد مهمان. دیگه برای که زیر خاک برده بشه دیگه ای که چه وقت آماده میشه تا چند دقیقه گفتیم؟ نیم ساعت. تا نیم ساعت دیگه هم میدم در اونجا دمیاو او بازی میکنم در این زمستان در این نزدیک زمستان که هوا یخ هم است دیگه تا که آماده میشه همچنان برنامه ادامه در وقت خوردنش ما همراهی کنین. کلتان میمان هم هستین. درست است که برای باید کل ما یک جای بخوریم. برنامه ادامه داره تا آخر برنامه ما همراه باشیم.
دوباره خوش آمدید هموطنان عزیز. به خاطر اینکه صدای خود بلند کردم که شرح ساو زیاد است، چه خوب یک منظره در پشت سر ما و خواستیم که ما تو وطنکی بشینیم غذا را نوش جان کنیم. بزغالا هم آماده شد، چه خوب یک رنگ به خود گرفته، رو به فریال جادو کرده. واقعیت باش که نال مزه چه رقم است. تو بگی یک دوتا کو مزه شای بچشیم که مزه چه رقم است. تا یک برنامه دیگر و یک غذای لذیذ دیگر شما را به الله پاک بسپاریم. شب و روز خوش داشته باشین. الله نگهدارتان.